سلام، به سرویس خبری رویدادهای خوب یک هفته اخیر با من مجیب سلطانی از یقین نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 31 سنبله سال 1401 هجری شمسی که برابر می شود با 22 سپتامبر سال 2022 میلادی. افغانستان در مسیر گشایش تجارت جهانی با گزارش وزارت صنعت و تجارت، امارات اسلامی افغانستان در ربع نخست سال جاری به ارزش 19 میلیون دلار تجارت جهانی داشته است. وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان در روزهای گذشته از آغاز صادرات 18 تن جلغوزه از طریق زمینی به اروپا خبر داده است. پیش از این مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته بودند که بیشترین جلغوزه این کشور به پاکستان صادر می شود و از آنجا به نام جلغوزه پاکستانی به کشورهای دیگر به فروش می رسد. این در حالی است که پیش از این سرپرست وزارت خارجه حکومت امارات اسلامی افغانستان از مقام‌های چین خواسته بود که زمینه صادرات میوه خشک به شمول جلغوزه افغانستان به آن کشور را فراهم کنند. میوه‌های خشک به شمول جلغوزه افغانستان در سالهای اخیر بازار مناسب در چین داشته و بیش از این مقام‌های چینی تعهد کرده بودند که برای بهبود صادرات کالاهای افغانستان به کشور تلاش می‌کنند. در تازه‌ترین مورد در هفته گذشته اداره خط آهن حکومت امارات اسلامی افغانستان خبر داد که نمایندگان ازبکستان، قرقیزستان و چین پس از 2 روز دیدار و گفتگو در شهر تاشکند بر ایجاد یک دهلیز جدید اقتصادی به توافق رسیدند. و در میانه‌های جنگ اوکراین و روسیه، اوکراین 30,000 تن گندم از طریق برنامه جهانی غذا به افغانستان کمک کرده است. این موضوع را صبح امروز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییت اعلام کرده است و نوشته اوکراین علیرغم رنج خود در مواجهه با تهاجم وحشیانه روسیه 30,000 تن غله از طریق برنامه جهانی غذا برای کاهش بحرانی انسانی افغانستان کمک کرده است و 50,000 تن غله دیگر برای اتیوپیا و سومالیا کمک کرده است. حمله روسیه به اوکراین منجر به افزایش بهای مواد غذایی در سراسر جهان نیز شده است. این دو کشور هر دو صادرکننده عمده گندم و جو هستند که پس از جنگ صادرات این محصولات مختل شده است. آغاز ترمیم خط آهن هرات خواف، کارشناسان تجاری ابراز خرسندی کردند. روند ترمیم بخش‌های آسیب دیده این خط آهن روز چهارشنبه 30 سنبله از سوی شرکت پیمانکار آغاز شد و قرار است کار آن طی 2 ماه پایان یابد. اداره خط آهن امارات اسلامی افغانستان همزمان با آغاز بازسازی تأسیسات خط آهن هرات خواف میگوید که برخی از وسایل این خط آهن دزدی و تخریب شده است. بختالرحمن شرافت سرپرست این اداره گفته است طبق تخمین 65 میلیون افغانی به تأسیسات خط آهن هرات خواف خسارت وارد شده است. راه آهن هرات خواف به طول 226 کیلومتر افغانستان را به خط آهن ایران وصل می‌کند. 77 کیلومتر این خط آهن در خاک ایران و 149 کیلومتر آن در خاک افغانستان ساخته شده است. استخراج معدن سنگ فلوراید، این معدن در دولت‌های قبلی به صورت قاچاق استخراج می‌شد، اما حالا هر تن آن در برابر 2 میلیون افغانی توافق شده و پول به دست آمده آن به خزانه ملی انتقال می‌یابد. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند که استخراج اولین معدن سنگ‌های قیمتی در این ولایت آغاز شده است. امارات اسلامی افغانستان استخراج این معدن سنگ را با یک شرکت خصوصی به نام دادبان فی تن در برابر 2 میلیون افغانی قرارداد کرده است. این در حالی است که چند پیش نیز شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم امارات اسلامی افغانستان در دیدار با وانگ یی سفیر چین در کابل در مورد استخراج معدن مثل عینک و لوگر گفتگو کردند و با توافقات نیز دست یافتند. و تلاش وزارت تحصیلات عالی امارات اسلامی افغانستان برای ایجاد زمینه‌های تحصیلی معیاری به جوانان کشور و این بار کمک‌های تحصیلی پاکستان برای دانشجویان افغان با پادرمیانی وزارت تحصیلات عالی امارات اسلامی افغانستان. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که تهیه بورس‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستان ادامه دارد. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، با روز دوشنبه 19 سپتامبر در توییتر خود همچنین گفته است پاکستان بیش از هر کشور دیگر فرصت‌های آموزشی را برای افغان‌ها فراهم کرده است. به گفته وی، پاکستان نه تنها به همکاری در این عرصه با افغانستان ادامه خواهد داد، بلکه آن را تقویت نیز خواهد کرد. ممنون از اینکه با یقین همراه هستید. برای تماشای ویدیوهای بیشتر ما را در یوتیوب یقین میدیا دنبال کنید تا از تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان آگاه باشید. بقیه روزتان کامگار.